سلام بچه ها، خوش اومدیم به این ویدیو. ما اومدیم اینجا کلا فقط تو صفحه کل اسلندریان ها رو نگاه کنیم و ببینیم چجوری. این اسلندریان یکه. اینجا میای انتخاب میکنیم، مثلا من خوام برم روی این و اینجا ایزی تا هارد داره بچه ها. بریم برای بازی بعدی. بچه این ویدیو زیاد طولانی نیست. این اسلندریان در خانه است که ما اینجا میتونیم ببینیم ایزی و اینجا لوگوی بک اومده. از بازی اسلندریان تا گرنیو میخوایم بررسی. اینجا ایزی، نورمال، هارد. بریم برای بازی بعدی. خب بازی بعدی اسلندریان در مدرسه است. اینجا ما میبینیم آهنگ فرق کرده و اینجا یکی اضافه شده که ایزی، نورمال، هارد و غیر ممکن که این خیلی میتونه بازی جذاب. بریم برای بعدی. من حتی این بازی ها رو نگاه نکردم. این بازی اسلندریان در فکر کنم زیرزمین یکه. ما پلی رو بزنیم. اینجا فقط ایزی، نورمال، هارد، دیگه چیزی نداره. بریم برای بازی بعدی. خب بازی بعدی هم اسلندریان زیرزمینه، ولی این دفعه شماره یک واقعش پلی و اینجا داستان هایی داره و اینجا میایین مثلا جایی که میخواین مثلا میزنین اینجا چه انتخاب میکنین که چی میخواین، ایزی، نورمال، هارد. بریم برای بازی بعدی. خب این اسلندریان زیرزمین 2. بچه ها اگر خواستین بازی براتون بذارم بین گرنی و اسلندریان حتما لایک کنین و بگین کدوم بازی رو براتون بذارم. بریم برای پلی. ایزی، نورمال، هارد. اینجا وقتی میریم توش یه چیزی مثلا برای ترسین داره ولی من نترسیدم. خوبه بریم برای بعدی. خب بچه ها بازی بعدی اسلندریان ایکس است. دراکولا اسلندریان اینجا پله میزنیم بین هارد و ایزی و هارد و نورمال داره. بریم برای بازی بعدی. خب بچه ها اینم بازی اسلندریانه، این دفعه در خانه که یه کوچولو جزئیات رو بیشتر میکنه. اینجا ما ایزی، نورمال، هارد و فعلا داریم. گزینه بک خوب اومده و بریم برای بازی بعدی. خب این اسلندریان بعد اسلندریان در جنگل که یه کوچولو اومدن بهترش کنن. ایزی، نورمال، هارد و فعلا هنوز داریم و چیزی به انتخاب مثلا بخوایم خیلی سخت بذاریم دیگه نداریم. خب بریم برای بازی بعدی. خب بچه ها بازی بعدی اسلندریان 2 بودی است و فقط این ماجراجوییه و اینم همون ایزی، نورمال، هارد داره. خب میریم برای بازی های گرنی. خب برای بازی گرنی پر جزئیات ترش کردن، خوشگل تر شده و این اینجا ما روی چیزی داریم که مثلا گرنی نمیتونه بیاد تو بازی و ما میتونیم تنهایی بازی رو رد کنیم و این خیلی خوبه برای لسپلای گرنی. بریم برای گرنی 2. خب بچه ما میریم برای بازی گرنی 2. ما اینجا همون روال قبلو داریم. بازی کیفیت بهتر شده. چپتر 2 2 نفره تو خونه.
ما میتونیم اینجا دوباره این علامت رو ببینیم، ایدی داره، نرمال داره تا آخر و اینجا میتونیم تنظیمات بدیم اینطوری و اینم از این. بریم برای بازی بعدی یعنی گرنی 3 و آخرین بازی. بچه دوباره میگم اگر خواستین حتما تو کامنت ها بنویسید که من کدوم بازی رو برم. خیلی دوستتون دارم. بریم برای بازی 3. خب بچه ها میریم برای بازی آخر یعنی گرنی 3. دست بزنید دست. خب حالا گرنی 3 کیفیت بالا، خونه بزرگتر و جزئیات بیشتر و ما میتونیم اینجا اسلندریان رو داشته باشیم و این یکی از بهترین چیزاییه که ما میتونیم اسلندریان رو توی گرنی 3 داشته باشیم. حتی تو گرنی 2 هم داشتیم. گرنی 1 منظورم. گرنی 2 که اصلا فقط عکس اسلندریان بود و خود بچهش بود و دیگه تموم شد. دوستتون دارم. تا بازی های بعدی، خداحافظ.